غریبین، شما با مسافرین، در حق این مردم تاجیکستان هم دعا کنیم و خدای مهربان شکرگزاری میکنیم که امروز در ملک ما این بیماری نیست برادر عزیز و همه را میبینین در چهرهاش یک تبسم های، در مردم میبینی یک خرسندی های. امروز شکر خدا میکنیم که بین در همین حاضره وقتی که هستیم قرار داریم، اکثر مسجد ها را بینین در ازبکستان، در قزاقستان، در دیگر ملک ها بسته شدن، لیکن در ملک ما رفتن نماز جمعه مون خوانده استیم، 5 وقت ها را خوانده استیم. الله را بسیار سپاسگزاری میکنیم که این هم یک لطف خدا است، این هم یک مرحمت خدا هست که امروز در ملک ما برادر عزیز و گرامی از همین مشکلات، از همین سختی وجود ندارد. شما با مسافرین دعا کنیم با در حق این مردم هم که ما از اینجا در حق شما دائم برادر عزیز دعاگو هستیم و خدا خواهد خیلی که وعده کردم روز سه شنبه